خب 100 تا 200 سی سی هم داخل هست جعبه ساعت. کل فرمول این گیریبوکس با چی کار میکنه؟ روغن در همه چیز خودرویمون روغنه. 4 تا وظیفه داره: روانکاری، خنککاری، کثیفی رو بگیره، کربن زادایی و همه مهمتر لای قطعات یه فیلمی از خودش نگه داره که چیکار کنه؟ بالشتک بشه، ضربات رو دفع کنه. وگرنه آب که فقط یه تبادل میکنه، ولی اصلش یه روغنه. پس سریع میخوام بریم سریع واژه روغن. دو نوع تغییرات روغن داره. شرکت پژو موقعی که اینو ساخت به ما اعلام کرد 120,000 کیلومتر تعویض، 60,000 تا بازدید. در صورتی که تو ایران نمیدونم کی همین چورانلا هم پذیرفتن و گفتن مادام العمر نداریم که روغن. 120,000 تا تعویض، 60,000 تا بازدید. توی ایران که اومد همون روز اول به خاطر نوع رانندگی، نوع آب و هوا، شرایط ترافیکی، نوع چیزای دیگه اومدیم اعلام کردیم ما با تعویض روغن 40,000 تا باید چی بشه؟ روغن تعویض بشه. حتی این اعلام شد، به خود مشتریان اعلام شد. حالا یه عده خرید و فروش کردن، نگفت